شمار زیادی سیاحان از گوشه‌های مختلف جهان به شمال چیلی سفر کردند تا روز سه‌شنبه دوم ایول معجزه گرفتن آفتاب را تماشا کنند. گفته می شود سیاحان و منجمان چند ماه پیش مهمانسراها و رصدخانه منطقه کوکوئیمبو را برای تماشای گرفتن آفتاب بند کردند. خیلی هیجان آور است. تماشای گرفتن آفتاب چیزی است که دیدن آن در وقت دیگر امکان ندارد. این تجربه است که نظر انسان درباره عالم را تغییر می‌دهد. رصدخانه کوکوئیمبو لاسیلا به قبول پژوهشگران و مهمانان والا مقام محلی و خارجی آماده است. ما پیش بینی میکنیم که بخش اساسی مهمانان در روز گرفتن آفتاب یعنی روز سه‌شنبه به اینجا می آیند. ساکنان شهر لا سرنا از توجه سیاحان و مهمانان به وجد آمدند. ما خیمه زدیم ولی حالا دقیق نمیدانم که گرفتن آفتاب را در کجا تماشا میکنیم. ما روز دوشنبه مکانی تماشا انتخاب میکنیم. میخواهم جای بی آدم باشد که از گرفتن کامل آفتاب نواری خوب بگیریم. با اشاره به آسمان صاف بسیاری ها چیلی را بهترین مکان تماشای گرفتن آفتاب مینامند.